السلام علیکم بینندگان گرامی، هموطنان عزیز. اینک باز ما روی پخش مستقیم با شما هستیم. در استودیو با ما همراه هستند معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان علیم شیخزمانوف. موضوع صحبت ما را امروز در رابطه به همین تظاهراتی که در شهر برلین گذشت خواستیم در این بابت با کمی نظرها به سمع شما عزیزان برسانیم که امروز خیلی که میدونیم در برلین تظاهرات به خاطر زندانیان سیاسی و به خاطر که توصیه سازمان ملل متحد بود، به همین خاطر خواستیم که نظری استاد علیم و یک مهمان دیگر هم در روی خط داریم که انشالله که از کارگردان خواهش میکنیم که مهمان رو روی خط بیارم. خب مهمانی ما الان روی خط هستند. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله و علیکم السلام بار دیگر. خب بیایید عزیزان برنامه مون آغاز میکنیم و چخیلی که گفتیم موضوع صحبت ما رابطه به همین قضیه، رابطه به همین تظاهراتی که در برلین گذشت. اولین سوالی که من برای شما عزیزان پیشکش میکنم، سوال چنین است که خیلی که ما میدونیم یک چند روز پیش در شبکه‌های مجازی و خصوص در سامانه‌های حکومتی از طرف حکومت گویا که برای مخالفین در برلین تظاهرات میگذرانند و از طرف حکومت هم یک چنین هشداری بود، نمیدونم یا که یک اشاره بود که گویا در داخل تاجیکستان هم یک تظاهرات با تعداد 500 نفر گذرانیده می شود. الان سوال همین است که چرا از طرف حکومت تظاهرات برگزار نشد؟ بفرمایید. تشکر زیاد. السلام علیکم دوستان عزیز. خب سر اول از نگاه بنده سبب همین شد که در طول این روزها بسیار این تشبثی احمقانه حکومت بسیار به بعد انتقاد گرفته شد. ثانیاً یکی از سبب‌های خیلی کلیدی بر هم خوردن همین تظاهرات این تشبث صاحبکارانی نایه جبار رسولوف بود که در همین روزها و هم اتفاق افتاد که میخواستند تظاهرات قانونی کنند و اخیراً حقوقدان تاجیک که در اروپا قرار دارد معظمه قادرova در صفحش یک تحلیل خیلی جالب را جا داد که اگر این شهروندانی که در نایه جبار رسولوف با از حقوق کنستیتوسیونی خود و استفاده کردنی شدند، برای آنها اجازه نیست و آنها به شعبه کارهای داخلی دعوت می شوند، ولی این طرفش تشویق و ترغیب می شود و شاید آخران نقطه همین بود که خیلی تحلیل بر وقت بود و شاید همین هم سبب شده بود که البته و قانونی که در افروز نمی توانند تظاهرات دایر کنند، این قانون جمهوری تاجیکستان اجازه نمی‌دهد برای تظاهرات گذراندن حداقل 15 روز لازم است و شاید کسی مصلحت داد که از این کار دست کشد. استاد سید یونس به نظرم که در خط هستید و صدای ما رو میشنوید. رابطه به همین سوال نظر شما چیست؟ مرحمت بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر سلام و درود، خصوصا به آقای علیم. دستتان در نکند، زحمت میکشید. من اجازه بدید یک حکمت هست، اول اون رو عرض کنم، بعد پاسخ به پرسش شما خواهم داد. حکمت هست، میگوید که فرقی عاقل با نادان در چیست؟ جاهل. فرقش در این است، آدمی عاقل یک اقدامی کردنی شود، یعنی بخواهد اقدام به یک کار نماید، اول فکر بکند، پیامداش می اندیشد، بعد وقتی دید سبک سنگینی کرد، درست از آب در آمد، اقدام میکند، انجام میدهد. اما نادان نه، اول یک کار میکند، بعد از کردن، بعد از اقدام میشیند فکر کند که آیا این کار درست بود یا نه. مقامات تاجیکستان هم درست همین خیل. اینها اگر یادتان باشد سال قبل بود یا 2 سال قبل بود، در همین آستانه برگزاری کنفرانسی ورشو در سامانه سایت همین خبرگزاری دولتی رسمی خاور گفتند که ما اگر این در این همایش نمیدونم اپوزیسیون تاجیک دعوت شود و در آن مثلا محیدین کبیری شرکت کند، با دفتری صحرا آبیسه رو میبندیم. یادتان هست رسما نمیخیل در این سامانه منتشر شده بود. بدون تفکر، بدون اینکه پیامداش فکر کنند، این اقدام به این کار کردن. بعد دیدیم نه، اپوزیسیون شرکت کرد، خوب هم شرکت کرد، خودی کبیری هم مشارکت داشت، اما بعد دیدیم نه، تاجیکستان گفت که نه، ما فقط یک کشتار بود و ما با روابطمون با اتحاد اروپا خیلی خوب است، این کارو نمیکنیم. حالا در اینجا هم دقیقاً همین کار شد. وقتی کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی این اعلام خود را منتشر کرد، اینها بلا فاصله به هیچ تأمل و فکر اعلام کردن که بله حالا شما میخواید تظاهرات کنید، با هم آشوب میکنیم. ببینید این خیلی یک چیز خطرناک بود. آشوب فرقش با تظاهرات، این تظاهرات شرطش این است که مسالمت آمیز باشد، آشوب نه، اصلا آشوب است، از ایش معلوم است چیز شوریش. بعد دیدن که نه نمیشد، با این نیت این اعلان کردن که شاید در آلمانیا تاثیر گذارد، دیدن که نه تاثیر ندارد. بعد من این روز در سایت اخبار خواندم ظاهرا بله که حکومت اسرائیل نه، ما روابطمون با آلمان خیلی خوب، نمیخواهیم رابطمون تیره و تار شود. و بله خب یک نفر نیست که گوید که چرا اول اعلان کردی؟ پس درست همون طبق همون حکمت است که اول یک کارم میکند، بعد میشیند به پیامداش فکر میکند. نه، اول باید فکر کنید. اینها دقیقاً همین است، به نظر من همین است. اینها بدون تأمل و تفکر اقدام به یک کار میکنند. بفرمایید. تشکر زیاد. حالا یک سوال دیگر به شما مراجعت میکنیم. پسان همین سوالی که مراجعت کردیم به اکای علیم داده می شود. همین به ما میگفتید که برگزاری تظاهرات با شماری تعداد زیادی مردم را میتوانیم که آغاز مرحله نوی مبارزه نامیم. نظرتون رو میگفتید. مرحمت. ببینید به نظر من آغاز جدید مبارزه ما امروز نبود، نه، از همون وقتی که سال 2015 بعد از اون حادثه خدا رحمت کند حاجی حلیم، وقتی بستند و همه رو مجبور شد کشور را ترک کند، یک مدتی خیلی کوتاه گذشت. خودی نهضت اسلامی هم دیگر گروه ها و احزاب هم یک به خودشون سر و سامان دادند و بعد شروع کردن به مبارزه فعالیت خود که اون همون وقت است. این تظاهرات مثل همون راهپیمایی قبلی چیزی تازه‌ای نبود، از این به بعد هم ادامه خواهد داشت و فقط که در این تظاهرات یک کمتر عزیزان فعالتر بودند، پررنگتر بود. و این هم عرض کنم که این تظاهرات رنگ سیاسی نداشت. اول کمیته شهروندی آمد اعلام کرد فقط صرفی یک اقدام انسانی و درخواست آزادی زندانی ها که در همه جاها این معمول است. بعد این حکومت است که سر و صدا را انداخت و چنان بزرگ کرد که مایه خوشحالی ما هم بود. یعنی بیش از آن که ما توقع داشتیم، حکومت این را بزرگ نشان داد
و خدا رو شکر دستاشان در نکند و این سبب شد که خودی برگزار کنندگان هم جدی‌تر شوند. گفتن حالا این واکنش چنین باشد، ما هم باید جدی‌تر وارد عمل شویم، میدان شویم و همین طور هم شد. خدا رو شکر خوب برگزار شد و ادامه خواهد داشت. اما این رو نمیتوان گفت که یک مرحله جدید یا نه، مرحله جدید همون 2 سال قبل بود و خوبم شروع شده بود، از این بعد هم ادامه خواهد داشت و فکر میکنم فقط یک نکته‌ای که میتوان عرض کرد این که هر روز که میگذرد فعالیت‌های اپوزیسیون تاجیک پررنگتر، جدیتر، فعالتر و تاثیرگذارتر می شود. همین از این به بعد هم بهتر از این خواهد شد. سلامت باشید. تشکر. شما در خط باشید. باز بله هستم. مراجعت میکنیم، خواهش میکنیم از خط نبرید. رابطه به همین سوال اکای علیم جان، با ما نظرش خودتان رو میگفتید و تا که بینندگان از نظرهای ما و شما من در این مورد با استاد سید یونس موافقم که این چیزی که شما سوال گذاشتید مرحله نو مبارزه است. البته که مرحله نوی نیست و این مبارزه دوام همون مبارزه است که از ابتدای سالهای 90 عصر 20 شروع شدن. مبارزه حرکتی ملی آزادی‌خواهی خلق تاجیک و امروز اون حرکت ادامه دارد. با در رفت این حرکت ها پستی و بلندی های زیاد بودند. بعضی وقت موفقتر مبارزه بود، بعضی وقت مبارزه کمی چی میشد، کمتر میشد و امروز این ادامه همون مبارزه است. بسیار برادران میگن که خب شما از همین دوره های استاده چی تاثیر رسانده میتوانید؟ از نگاه بنده تاثیر خیلی عمیق است، وگرنه چنین برخورد، چنین واکنش از اون طرف نمیشد و اگر این خیلم نباشد و اگر نیروی ما هم با قلم داد بعضی ها ناچیز باشد، من میخواستم به خاطر همگان قصه گنجشک و آتش نمرود رو بیارم که شاید ما همون کار گنجشک اقلا کرده استودیم در مقایسه با دیگران. سلامت باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، حالا ما از کارگردان خواهش میکنیم که یک نوار رو که در آنجا دستشان در نبیند، اکای بابا جان یک مصاحبه از شاعری تاجیک، روزنامه‌نگاری تاجیک تیمور برقی گرفتند و روی اکران بیارن. ما بعد از نوار باز برمیگردیم و سوال هایی که داریم میخواهیم بازم نظری عزیزان رو بگیریم. الان خواهش میکنیم از کارگردان نوار رو روی اکران بیارن. شخصیت های پیمان ملی، عضو شورای پیمان ملی استاد و تیمور برقی هستند. ما میخواهیم که از ایشون درباره این تظاهراتی که امروز برگزار شد بپرسیم. استاد، شما فکر میکنید این تظاهرات که امروز برگزار میشود تا چه اندازه میتواند تاثیر داشته باشد برای رهایی زندانیان سیاسی و اثرات و پیامدهای آن را شما چگونه میبینید؟ Во-первых, я хочу сказать, что этот митинг – это очень серьезный шаг, это очень серьезный сигнал для граждан Татарстана и для всех нас. Это означает, что у властей Таджикистана нет монополии, что нет монополии на слово, на мнение, на свободу. Они проводят, почему мы сегодня здесь? Мы сегодня здесь проводим в Берлине у Бундестага митинг, потому что в Душанбе митинг позволено проводить только игиловцам, управляемым игиловцам сегодня проводят митинг, поэтому мы здесь. Там даже худжанским бизнесменам, которые собирались выступать против коррупции, не разрешили провести их митинг.
В Таджикистане запрещено проводить митинги, собираться и так далее, выражать свое мнение. Поэтому мы здесь. И поэтому мы говорим, что нет монополии, нет узурпации власти и нет узурпации слова. Мы сегодня здесь почему-то странным образом Конституция Таджикистана функционирует только в Европе. И в данном конкретном случае Конституция Таджикистана реализуется здесь, у здания Бундестага в Берлине. خب دوستان امروز می‌بینیم که در تاجیکستان معمولا حکومت تاجیکستان از هر یک کمترین طلب میتینگ هراس دارد. چون شما اشاره کردید برای حتی که صاحبکاران اجازه تظاهرات ندادند. کمترین عمل جمع‌شوی برای مردم ترسناک است برای حکومت. و از طرف دیگر مردم هم از تظاهرات و از هر یک فعالیت سیاسی میترسند. این ترس تا کجا میتواند مؤثر باشد؟ تا کجا باقی میماند؟ و چگونه این ترس باید از بین رود؟ Есть одна очень хорошая притча «Лавина». И Бахтиёр Худоназаров хотел снять фильм по этому сценарию. И Барзу Абдуразаков, наш дорогой любимый брат режиссер, сделал спектакль по этому сценарию. Там суть такая, что в одном селении горном сначала запретили, значит, громко петь, смеяться, потом громко говорить, потом люди боялись даже шепотом говорить. Их пугали лавиной, что лавина упадет с гор. И даже когда дети плакали, матери закрывали рот детям. И даже был страх от того, что при рождении ребенок заплачет и пойдет лавина. И этот страх пронизал наше общество тоже. Нашему обществу запретили говорить вслух свое мнение, критиковать, просто иметь мнение, просто говорить. И сегодня мы здесь разбиваем этот страх. Мы говорим о проблемах Таджикистана. Как улучшить нашу жизнь? Потому что без свободного слова, без обмена мнениями не бывает развития. Это совершенно ясно всем должно быть. Но это, к сожалению, не ясно нашим властям, нашему правительству Таджикистана. И здесь мы сегодня показываем, ничего не произошло, небо не упало. Мы провели митинг, мы сказали, озвучили свои требования. Действительно, это незаконно, это нарушение Конституции. Незаконное судилище, без адвокатов, без оснований. Людей сажают на пожизненные сроки заключения. Это совершенно неконституционно. И эти люди должны быть освобождены. И мы громко говорим: свободу Зайду Саидову, свободу Бузурмеру Юрову, свободу Мухаммаду Али Хаитову. Комитет ООН потребовал, чтобы они были освобождены, потому что они осуждены незаконно, безосновательно, и они должны быть освобождены. И также сотни других политзаключенных, которые сидят в тюрьмах, подвергаются пыткам, и которых, как в Куджанде, убивают. Совершенно без суда и следствия. Это внесудебные казни, это преступление против человечности. Если мы не будем сегодня защищать друг друга, если мы будем проходить мимо, значит, мы все будем в заложниках, и мы все будем бояться этой лавины. Но мы имеем право на голос, и мы должны этот голос свой возвысить. خب تشکر زیاد میکنیم از کارگردانمون، دستشون درد نبیند. راستی چخیلی که ما دیدیم الان تظاهرات با یک شکوهی با یک خوبی گذشت انشالله. حالا اکنون برمیگردیم سری سوال ها و به بینندگان شما نظرتان را بگویید. امیدوارم که سعید یونس سیسترافشانی هستند برادری عزیز. صدای ما را میشنوم. بله بله بله. به نظر شما چرا کارمندان سفارت به نزد
تظاهر کنندگان نبر اومدند. خب ببینید پاسخش روشن است. خب برایند که چی گویند اینها؟ ببینید من یک نکته عرض کنم، این ربطی به سفارت هم ندارد، به همه مقامات تاجیکستان از رئیس جمهور بگیر تا پایین ترینش یک عادت دارند، اینها هرگز در برابر مردم با عنوان مسئول پاسخگو نبودند، فقط دیکته کردن، فقط دستور دادن، فقط فرمان دادن، از طرف مقابل هم فقط فرمان برداری دیدند. یک اعتراض، یک حرف هیچ وقت گفته نشد و اینها عادت کردند، طبیعتشان شده است این. حالا این سفارت تاجیکستان هم همین، اینها خب چی میگفتند؟ بیان خب اینها حرفی برای گفتن ندارند، بیان میگن که شما خطا میکنیتون، یعنی درخواست های شما اشتباه هست، مثلا درخواستی آزادی زندانیان سیاسی آیا یک درخواستی خطا بود؟ نه. ناحق بود؟ نه، کاملا برحق است. تازه سازمان ملل متحد هم 2 نفر از بزرگان را، اکای زید سعید و اکای محمد علی را، اونها هم توصیه کردند به تاجیکستان که اینها را آزاد کنند، حتی غرامت سپارند، یعنی جبران بپذیرند. بعد در رابطه با اون ادوکات بزرگمهر یاروف هم تمامی سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین المللی از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که اینا آزاد کنند. خب اینها درخواست‌های کی بود؟ تظاهر کنندگان بود، گردی هم آمدگان بود، کاملا درخواست‌های برحق. حالا سفارت تاجیکستان چی میگه؟ میگه که نه ما آزاد نمی‌کنیم، یا نه درخواست‌های شما ناحق است. نه، حرفی برای گفتن ندارند. آدم اگر ناحق باشد، باطل باشد، حرفی برای گفتن ندارد. شهر جان اینها چی میگن؟ یعنی برای همین ترجیح دادن که در همون، من عکساشون رو دیدم، در همین فضای مجازی گذاشته شده است، از تریزه ها فقط نگاه کردن، مثلا نظارت کردن که حالا کی آمده است کی آمده است و حتما اینها گزارش میدن و داخل که بله فلانی فلانی آمده اند و حالا حتما سراغ خانواده هاشون روید و آزار اذیتشون کنید. اینها عادت دارند. من خلاصه کنم اینها عادت ندارند در برابر مردم پاسخگو باشند هیچ وقت. اگر دیدن یک نفر حرف زد، اعتراض کرد، زود خودش را یا پدر و مادرش را مورد آزار و اذیت قرار میدهند، میخوان با عادتشان ادامه دهند. اما ما حرف ما این است، حرفی گردی هم آمدگان، تظاهرات کنندگان امروز این بود. اکای تیمور هم خوب با آن اشاره کرد که دیگر بس است، این دیواری ترس و هراس باید شکسته شود. دیگر مسئولان ما از رئیس جمهور تا پایین ترینش در برابر مردم مسئولند، باید به درخواست مردم پاسخ بگویند، باید گوش شنوا داشته باشند، گوش دهند که مردم چی بگوید، درد مردم چیست، مشکل مردم چیست، نه تنها دستور دادن و فرمان دادن. نه، دیگر زمان دیگر شده است، واقعا دیگر شده است. تاجیکستان هم مثل سایر دیگر کشورها مردمش دیگر شدند، دیگر ساکت نمیشینند و از اینجا هم ما میگیم به مردم که دیگر ساکت نباید شید، نباید شینند. تشکر زیاد. رابطه به این سوال که چرا سفارت تاجیکستان یک نماینده‌اش یکی به نزد تظاهر کنندگان نبر آمدند؟ خب در علاوه به گفتگوی استاد سیدینوس گفتنی هم که خب یک خودتون قضاوت کنید. سفیر گفته می شود سفیر فوق‌العاده و مختار فلانی دولت در فلانی دولت، یعنی فوق‌العاده و مختار و در حالت‌های فوق‌العاده با اراده خود یک قرار می‌برد، یعنی در امین مورد و میتوانست با اراده خود قرار برآورد که میبراید به نزد اونها یا قبول میکند نمایندگان اونها رو برای صحبت. این هنوز شرط نیست که به اونها بگوید که خب ادعای شما قبول است یا شما ناحق هستید، قبول کنند. یعنی این وضعیتی برای همین میگن سفیر فوق‌العاده و مختار. لیکن در تاجیکستان چه رسد به سفیر و دیگر منصبداران پسترین که در تاجیکستان یک شاخه حکمیه، اگر اونو پارلمان گوییم
او مختار نیست یا یک شاخه دیگر حکومت که آن رو سود میگویند او مختار نیست. و حتی من مطمئنم که خود رحمان هم مختار نیست. یعنی در طول 27 سال حکمرانی همین رژیم مرکز تصمیم گیری تغییر میخورد. یعنی نفرانی که تصمیم گیر بودن تغییر میخوردن. یک وقتا حسن بود مرکز تصمیم گیری، آهسته آهسته رفت یتیموف بود مرکز تصمیم گیری، امروز طبق اطلاعات به دست رسیده آزاده است مرکز تصمیم گیری. یعنی یک تصمیم گیری در سطح بلندترین دولتداری تاجیک شفاف نیست، معین نیست، از روی کانستیتوشن نیست. یعنی در کجا چی و چه خیل تصمیم میگیرد و چه خیل اون را پیاده میکنند. در این حالت هر قدر سفیر، هر قدر مرد فاضل باشد، هر قدر مرد محترم باشد، البته که از نمی شود که و خودش مختار قرار کنید. تشکر زیاد میکنم از شما. الان در خط هستید؟ بله ما در خدمتیم. زنده باشید. تشکر زیاد. خب یک سوال نهایی. در بین همین 7 نفری که پیشنهاد شد بر روی خط ماگنیتسکی وارد کرده شوند، درست است؟ امامعلی رحمان هم هست. بله. آیا امکان دارد که رئیس جمهور یک کشور وارد روی خط تحریم ها شود؟ مرحمت نظرتون رو بگوید. بله ببینید من حقوق دانکی نیستم، نمیدونم یعنی اون شرط و شرایط و محتوای همین فهرستی ماگنیتسکی من نمیدونم، اما این را میدانم که رئیسان جمهور، پرزیدنت ها یا پادشاهان، سروران کشورها اینها بله مورد تحریم قرار میگیرند و ما موارد زیادی داریم. مثل رئیس جمهوری سودان مثلا از طرف سازمان ملل تحریم شده بود، رئیس جمهوری سوریه تحریم شده بود و چند تا خویشاوند داشت. بعد چند رئیس جمهورای چند کشورهای افریقایی هم بودند تحریم شده بودند. حتی نه تنها تحریم، اینا اگر قرار باشد در یک سفر کنند اینترپل باید اینا رو بازداشت میکرد. متوجه هستید؟ این از نظر سازمان ملل است. اما حالا من نمیدونم، شاید اکای علیم دانند که آیا ماگنیتسکی هم همین قوت و به اصطلاح قدرت را دارد یا نه. این فهرستی قوی است، منتها حالا نمیدونم عملا آیا چی میشد چی نمیشد اینا حقوقدانا میدونند. من راستش نمیدونم اینا. اگر سازمان ملل تحریم کند بله میشد اون آنچه که فرمودید. سلامت باشید. سلامت باشید. بفرمایید. خب این روی خط ماگنیتسکی که عادت شده است برای ما تاجیکان و دیگر سایر ملت‌های مشترک المنافع گفتن، روی خط ماگنیتسکی یک چیز رمزی است. یعنی روی خط افرادی که باید تحریم شوند. یعنی نسبت تاجیکستان و البته ماگنیتسکی بودن نمیتواند، شاید روی خط زید سعیدوف باشد یا روی خط دیگری باشد، نه ماگنیتسکی. و البته که اگر شهروندان تاجیکستان پای در پای پیوسته در مورد همین نقض حقوق انسان سخن کنند و اثبات ها دلیل ها رو بیاریم، البته چنین امکان دارد و چنین تحریم ها. و زیاده از این گفتنی هستم که تا جای مشاهده میکنیم تحریم ها علاقه جاری هستند در بسیار مورد ها. یعنی بجز جمهوری چین دیگر یگان اتفاقچی تاجیکستان ندارد امروز. و واقعا اگر گیریم که منصبداران سطح بلند امروز حتی از ممنوع الخروج شدند از تاجیکستان. کدام منصبدار تاجیک بغیر
وزیر کارهای خارجی را شما دیده اید که به یگان دولت خارج نزدیک تا سفر کرده باشد و استثنای فرض کردیم محمد سید عبیدالله که پای در پای مسکو میرد و میگوید و خود شخص رحمانوف که او هم در یک دو دولت‌های اوشیگی وخوری ها دارد. دیگر کی را دیده اید در کجا؟ یعنی دست دادن به اینها جامعه جهانی آر میکند. این علاقه تحریم است. سبب چیست؟ سبب همین کار پیکاری که در طول همین 3-4 سال مخالفان تاجیک توانستند چهره واقعی این رژیم را به جهانیان معرفی کنند. یعنی میتونید مثال بیارید که در کدام وقت که 3-4 سال اخیر گفتید؟ خب 3 سال اخیر ورشاوا پای در پای شرمنده میشوند. یعنی شما همون جلسه کنفرانس های ورشاوا، دیگر کنفرانس ها، اون سال 2016 بود در پراگ جوانان تاجیک رامانوف خوردند. دیگر این دولت هایی که خود را دموکراتی معرفی میکنند خیلی فکر میکنند پیش از آن که با چنین یک رژیم ها یا با چنین یک خودکامه ها دست دهند. این احساس میشه. تشکر میکنیم. استاد سیدونوت هستید؟ با نظری اکای علیم یکان علاوه یا برای تقویتشان گپ گفتنی هستید یا نیستید؟ خب به فکر ما که در علاقه نیستن از کارگردان خواهش میکنیم که هر زمانی که وارد شدن در خط شدن پیوست کنن ایشان رو. خب عزیزان بینندگان گرامی، شما هم نظرهایتان را زیر این نوار یعنی منظورم در کامنت نویسید عزیزان. نظرهای شما هموطنان عزیز برای ما و برای مردم عموما مهمن. خب آخر سخن چی تمنا چی گفتنی دارید برای هموطنان و بینندگان عزیز؟ برای هموطنان گفتنی هم که هر قدری که شاید در بسیار موردها هموطنان ما نسبت بعضی از ما دیگر خیلی مناسبت داشته باشند به خاطر اون که ما سیاست مدار هستیم یا به سیاست سر کار داریم و ایشان نمیخوان در سیاست سر کار داشته باشند. لیکن در مسئله های انسانی من باز تکرار میکنم، من این سخنان رو باز تکرار خواهم کرد. در مسئله قتل عام زندانیان زندان خوجند که این باید کسی رو بی‌طرف نمیگذاشت. در مسئله های فرض کردیم همین یک مسئله که امروز در از همین هفت بند بود که همون جوان تاجیک که 4 سال پیش یا 3 سال پیش ربوده شد و هنوز هم نام و نشانی نیست، بلاگر یعنی سانو دینایف، این هم باید هر یک شهروند باید همین در همین موردها هر یک شهروند باید موقع خود رو داشته باشد. اگر گفتن هم هراس داشته باشد اقلا موقع خود رو داشته باشد و اگر در همکاری با بنام مخالفین تاجیک خودداری ورزند، از طرف خود یک اقدام کنند، یک اقلا یک مصاحبه کنند، یک مطلب بنویسند در مسئله های عمومی بشری که امروز که همون چند صاحبکاری که
طول 1 سال ناعدالتانه از طرف رئیس ناحیه یا رئیس شهر به خاطر منفعت شخصی خود آنها را خور کرده است و آنها نمیتوانند حق را به اقدار رسانند و میخواهند از حق کنستیتوشنی خود برای تظاهرات استفاده برند. در این مورد هم باید اگر شهروندان جمهوری تاجیکستان ویها اصلا نه به پیمان ملی دخل دارند و نه به نهضت اسلام، اگر خدای نخواسته نه به دیگر اگر خدای نخواسته این شعبه وزارت کارهای داخلی باز از آنها هم نهضتی نتراشد، خیلی که او طبیب بیچاره رو برای یک آش خوردن به زندان بردن، باز با اینها یک ناعدالتی نشود. همه این رو باید شهروندان جمهوری تاجیکستان باید بی‌طرف نباشند. آخر چخل می شود، بعد از این چخل می شود به فرزندان خود یک چیز بگویی اینش خوب و اینش بد، یا استاد به شاگردش گوید که اینش خوب و اینش بد، که کودکان را فریب کردن نمی شود و یا می فهمند چه خوب است چه بد. خب سلامت باشه دکای علیم. از کارگردان خواهش میکنیم که اگر اکای سیدینوس وارد شدن. بله هستم، من هستم در خدمتم. خب یک زمان وصل و قطع می شود، شاید این سبب با عرض معذرت. خب سلامت باشه. نه اشکال از ما بود. آخر سخن میخواستیم که در آخر سخن چی میخواهید برای هموطنان و بینندگان عزیز مرحمت کنید؟ یک دو نکته هست. من میرود زود بله صدای من هست؟ بفرمایید. صدام هست؟ خب بله یک دو نکته هست، من اینو عرض کنم، زود عرض کنم و بعد به عرایزم خاتمه دهم. ببینید نکته اول این است، امروز کسانی که در داخل تاجیکستان هستند، خصوصا احزاب سیاسی، حالا آنها را خودشان ادعا دارند که مستقلند، ما هم انشالله حسن نیت داریم با آنها میگوییم شما مستقلید، ما تقریبا 6 تا حزب سیاسی داریم، اینها باید فعال باشند. اگر شما با هم صدا شوید با اپوزیسیون خارج، ما البته که خارجی میگم منظورم رهبریتش در خارجند، اما اپوزیسیون در داخل نفوذ دارد، تاثیرگذار است. از احزاب سیاسی همین 6 حزبی که هست اینها هم صدا شوند، با ما هم صدا شوند. دیدن کار ناپسندی، کار خطایی، یک سیاست نادرستی از طرف حکومت فعلی سر زد، اینا اعتراض کنند. سکوت را باید شکست. ببینید همین تظاهراتی که امروز برپا شد، خیلی اول سر و صدا کردند که هواداران حکومت تروریست خواندن و تروریسم خواندن و حتی تهدیدهای آنچنانی کردند. نه دیدید همه مسالمت آمیز بوده است، هیچی زمین به آسمان و زمین نرسیده است، هیچی نشده، یک چیز عادی است. تاجیکستان هم مثل دیگر کشورها یک کشوری ما هم هستیم. ببینید نگاه کنید به قرقیزستان، کشور آرام است، هیچ جنگ هم نیست، هیچ ترساندن از اینکه سال 92 برمیگردد، این دیگر وقتش گذشت، زمانش گذشت، دیگر نسل جدید را نمیتوان با این تهدیدها ترساند. این نکته اول بود، یعنی احزاب سیاسی داخل فعالان خیلی اینها اصلا فعال نیستند. ما داریم در تاجیکستان بعضی نهادهای مدافع حقوق بشری داریم، گرانت هم میگیرند. خب چرا ساکتند؟ تا کی ساکت اینا می‌نشینند؟ این اول. نکته دوم به عزیزانی که در خارج هستند، ببینید امروز این نکته به نظرم مهم است. پیمان ملی تاجیکستان تأسیس شد. این پیمان تقریبا همه احزاب و گروه ها را زیر چتر خود دارد. انجمن آزاد اندیشان تاجیک،
جنبش اصلاحات، مهاجرین و شخصیت‌های مستقل همه در زیر چتر این حزب نهضت اسلامی این پیمان هستند. از دیگر عزیزانی که در اروپا مقیمند و هنوز موضع خود را روشن نکرده‌اند دیگر بیان اینها هم موضع گیرند. ببینید این مجبوری نیست که شما عضو پیمان شوید، اما خودتون احساس مسئولیت کنید. خودتون احساس مسئولیت کنید. اگر دیدید کار از دستتون برمیاد بیایید کمک کنیدتون. ساکت نشستن بس معنا ندارد دیگر سکوت. یا حتی اگر دیدید شما خودتون به صورت مستقل میتونید کاری انجام دید کار کنید. در اروپا نشسته در غرب، حالا پناهنده هم هست، از حرف زدن میترسن، هیچی نمیگوید، خستن. من چند نفر شاعر میشناسم، چند نفر به اصطلاح روزنامه‌نگار میشناسم، الان در اروپا هستند، اما مثل اینکه در داخل تاجیکستان هستند. اینکه مثلا خویشاوندان، نزدیکا رو، بستگان ما رو اذیت میکنن آنها رو. بله همه ما بستگان داریم. من دارم، مادرم اونجاست، برادرم اونجاست، اونها هم تحت فشارند. اکای علیم دارد، دیگران همه دارد، استاد کبیری دارد، شما شهرت جان دارید که دیگر جای پنهان نیست. خب ما هم مثل دیگرانیم. یک جاهایی، یک مواردی آدم ها باید دیگر بگذرند از این چیزها. اگر ما و شما همین خیلی فرض کنید ما منتظر هیچی نگفتیم چون ما رو اذیت میکنن، بستگان ما رو اذیت، بازار رو اذیت میکنن، باید هیچ کار نکنیم. فرزندان این ژن به فرزندان ما منتقل میشد. اونها هم همین خیلی خواهند شد. بعد به اون نوه ها ما، به فرزندان اونها، بعد همین خیلی میرن. یک نفر باید بیاد این دیوار شکند. چرا رفتی اروپا پناهنده شدی؟ رفتی اونجا چیکار کنی؟ تو زندگی کنی یعنی؟ خب تاجیکستان هم خیلی خوب بود، بد نبود برای تو. پناهنده شدی پس مشکل داری. حرفت زن. امروز بیان ملحق شوند به پیمان. حتی اگر ملحق هم نشوند حرف زنند. یک نکته هم گفتم رس شوم زود. شهرت جان وقتتون رو گرفتم. این نکته سوم بود. ببینید ما حتی داریم افرادی رو که اینها کارشون فقط عیبگیری، ایرادگیری، اشکالگیری های بی‌معنی است. اشکال های اراده بنی اسرائیلی میگن در مثلا ضرب المثل. اینها به جای اینکه بیان خودشون معروفن به اپوزیسیون مخالف، اما کارشون فقط ایراد گرفتن به خود اپوزیسیون است. چرا تو این کار را کردی؟ تو نمیدونم چونین هستی، چشمت چونین است، دستت چونین است، پایت چونین است، تو نمیدونم کرامل خوردی، تو عیب داری. نه، اینها دیگر عیب است. کار کنید عزیزان، فعالیت کنید، تا میدان پیشتون باز است. با هم دیگر ایراد گرفتن معنا ندارد دیگر. ما باید به این نقطه گذاریم. عیب است برای یک تاجیک، عیب است. ما دیگر زمانش گذشت. سلامت باشید. من دیگر به همه خداحافظی میکنم، به آقای علیم، به همه عزیزان سلامت باشید، زنده باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد میکنیم از شما آقای سید یونس. خب واقعا یک نظرهای خوبی بود. نه میخواستیم که صحبت رو یعنی برنامه رو ادامه دهیم. متاسفانه وقت هم بسیار کم است. نمیخوایم که وقتی بینندگان و حتی وقتی هموطنان رو گیریم. انشالله که در صحبت های دیگر، در برنامه های دیگر بر این موضوع برمیگردیم، با آن موضوعی که بخصوص در آخر نظری آقای سید یونس گفته شدن در بابتی که مخالفین، بعضی آدم ها با مخالفین ایراد میگیرن و انتقاد میکنن و هر چیزی که هست، همین به این موضوع خدا خواهد برمیگردیم در روزهای نزدیک. خب هموطنان عزیز، با شما خدا حافظی میکنیم. تشکر میکنیم از مهمانمون که دعوت ما رو پذیرفتن، برای ما وقت جدا کردن و زحمت کشیدن. دستی عزیزان در نبیند. از کارگردان هم نیست. تشکری زیاد میکنیم. با همتون بازم بینندگان عزیز خدا حافظ. و میخواهم که در آخر با دو نکته سخنم رو، برنامه رو به اتمام برسونیم. هموطنان عزیز، بینندگان عزیز، بیایید از حق و حقوق خود، از
آن چیزی که برای ما سرقانون جمهوری تاجیکستان و آن چیزی که بر ما اجازت داده است و بعضی از منصبداران و بعضی از البته در داخل نخنک مانع حقوق های ما میشوند، صدی راهی ما را میگیرند، ما نگذاریم که آنها به همین صدی راهی حقوق های ما شوند. خب باز هم با شما خداحافظی میکنیم هموطنان عزیز تا برنامه های دیگر. خدا یار و مددگارتون. و شما هم تشکر نکنید.